اگه یه روز ببینین یه زن وسط کوچه با چشمای اشکی و دستای لرزون مادر شوهرش رو از خونه بیرون کرده، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ حتما میگین این زن خیلی بیرحمه، یا حتما از اول با خانواده شوهرش مشکل داشته. ولی اگه بدونین اون زن 5 سال تمام هر روز غرورش رو قورت داده، هر شب با گریه خوابیده و هر صبح به امید درست شدن اوضاع از خواب بیدار شده، شاید دیگه اینقدر راحت قضاوتش نکنین. امروز میخوام داستان دختری رو به اسم پریناز براتون بگم. پریناز تو تبریز به دنیا اومد. با 1000 امید و 1000 آرزو لباس عروس پوشید. اما نمیدونست قراره وارد خونه‌ای بشه که دیواراش پر از راز، دروغ و سکوت بود. پریناز 24 سالش بود. نه اهل تجمل بود، نه دنبال زندگی آنچنانی. توی یه مزون خیاطی کار میکرد. از بچگی یاد گرفته بود که روی پای خودش بایسته. همیشه با خودش میگفت اگه آدم آرامش داشته باشه، نون و پنیرم مزه میده. احمد از طریق یکی از آشناهای فامیل سر راهش قرار گرفت. احمد مردی آروم، کم حرف و زحمتکش بود. تعمیرکار دستگاه صنعتی بود و بین همکارا به خوشقولی معروف بود. هر کس ازش تعریف میکرد، آخر حرفش فقط یه جمله میگفت احمد خیلی آدم خوبیه، ولی یکم زیادی به مادرش وابسته است. پریناز اون موقع این حرف رو جدی نگرفت. با خودش گفت مردی که مادرش رو دوست داره حتما قدر همسرش هم میدونه. غافل از این که بین دوست داشتن و وابسته بودن گاهی یک دنیا فاصله وجود داره. چند ماه بعد مراسم عروسی خیلی ساده‌ای برگزار کردن. نه تالار آنچنانی، نه خرجای عجیب. همه چیز معمولی بود. فقط یه تصمیم قرار بود مسیر زندگی اونا رو عوض کنه. احمد گفت تا وقتی بتونن پول پیش یه خونه رو جور کنن، بهتره که با مادرش شهین خانم زندگی کنن. پرینازم قبول کرد. فکر میکرد چند ماه بیشتر طول نمیکشه. اما همون شب اول فهمید این خونه فقط یه صاحب نداره. همه چیز زیر نظر شهین خانم میچرخه. از جای قابلمه ها گرفته تا ساعت خواب و بیداری. از مدل غذا درست کردن تا اینکه کی چی بپوشه. حتی وقتی پریناز میخواست آخر هفته بره خونه مادرش، اول باید نظر شهین خانم رو میپرسید. روزای اول همه این رفتارا رو گذاشت پای حساسیت یه مادر سال خورده. هر بار چیزی میشنید لبخند میزد، سکوت میکرد. با خودش میگفت تازه عروسم، کم کم جا میافتم. اما سکوت همیشه آتیشو خاموش نمیکنه. بعضی وقتا فقط به طرف مقابل یاد میده که میتونه قدم بعدی رو هم برداره. کم کم شهین خانم شروع کرد به دخالت تو دخل و خرج خونه. حقوق احمد مستقیم به حساب خودش میرفت و اون برای همه چیز تصمیم میگرفت. اگه پریناز چیزی لازم داشت باید دلیل می آورد. اگه میخواست برای خودش لباس بخره، اول باید ثابت میکرد که واقعا لباس خریدن لازمه. احمدم هر بار فقط یه جمله میگفت: مامان تا حالا زندگی رو چرخونده، بذار مثل قبل مدیریت کنه. این جمله آروم آروم بین پریناز و احمد دیوار کشید. با این حال پریناز هنوز امیدشو از دست نداده بود. با خودش میگفت وقتی بچه دار بشن شاید همه چیز عوض بشه. شاید اومدن یه نوه دل شهین خانومو نرم کنه. شاید احمد بیشتر کنار خانوادش بایسته. چند هفته بعد جواب آزمایش بارداری مثبت شد. پریناز از خوشحالی اشک میریخت. خیال میکرد این همون معجزه‌ایه که زندگیشو قرار نجات بده. اما خبر نداشت از همون لحظه سخت‌ترین فصل زندگیش تازه شروع شده. خبر بارداری پریناز اولش حال و هوای خونه رو عوض کرد. شهین خانم هر جا می نشست با ذوق از نوه‌ای که توی راه بود می گفت. احمدم چند هفته مهربونتر از همیشه شده بود.
پریناز با خودش میگفت شاید بالاخره اون زندگی که همیشه آرزوشو داشته شکل بگیره. اما این آرامش عمر زیادی نداشت. از ماه 4 بارداری دخالت‌های شهین خانم رنگ و بوی دیگه‌ای گرفت. برای هر چیزی نظر میداد. از غذایی که پریناز میخورد تا داروهایی که دکتر تجویز کرده بود. مدام میگفت قدیما نه این همه آزمایش بود نه این همه دکتر، ولی بچه‌ها سالم به دنیا می اومدن. هر وقتم پریناز میخواست طبق نظر پزشک عمل کنه با کنایه میگفت نسل جدید فقط بلد پول خرج کنه. احمد مثل همیشه سکوت میکرد. نه حرف مادرش رو رد میکرد نه دل همسرش رو به دست می آورد. همین سکوت بیشتر از هر حرفی پریناز رو آزار میداد. چند ماه بعد کیان به دنیا اومد. پسر بچه‌ای با چشمای درشت و موهای مشکی که همه عاشقش شده بودن. چند ماه اول همه چیز عادی به نظر می رسید. اما وقتی همسنای کیان کم کم اسم پدر و مادرشون رو صدا می زدن، کیان هنوز بیشتر وقتشو با خیره شدن به پنکه سقفی یا چرخوندن چرخ ماشین اسباب بازیش می گذروند. اول کسی جدی نگرفت. یکی می گفت پسرها دیرتر حرف می زنن. یکی می گفت هر بچه اخلاق خودشو داره. اما دل پریناز آروم نمی شد. یه روز وقتی کیان نزدیک 2 سالش بود، قاشق از دستش افتاد و صدای برخوردش با سرامیک بلند شد. کیان چنان ترسید و شروع به گریه کرد که انگار دنیا روی سرش خراب شده. چند دقیقه گوشاشو گرفته بود و هیچ کس نمیتونست آرومش کنه. همون شب پریناز تصمیمشو گرفت. بدون اینکه به کسی چیزی بگه، وقت از دکتر متخصص گرفت. بعد از چند جلسه بررسی، پزشک با احتیاط گفت که کیان در طیف اوتیسم قرار داره و هرچه درمان و آموزش زودتر شروع بشه، نتیجه بهتری میگیرن. پریناز احساس کرد زمین زیر پاش خالی شده، اما هنوز امیدشو از دست نداده بود. فقط دلش میخواست وقتی این خبر رو به احمد میده، شوهرش دستشو بگیر و بگه با هم از پسش برمیاییم. اما همه چیز برعکس شد. احمد برگه های پزشکو روی میز گذاشت و گفت این تشخیص ها را قبول نداره. اعتقاد داشت پسرش فقط دیرتر از بقیه داره رشد میکنه. دکترها زیادی بزرگش میکنن. حتی حاضر نبود اسم اوتیسمو به زبون بیاره. شهین خانم هم آتیشو تندتر کرد. هر روز میگفت مشکل از تربیت پرینازه. میگفت این بچه رو زیادی بغل کردی. زیادی نازش کردی. واسه همینه اینطوری شده. کم کم خرجای درمان شروع شد. گفتار درمانی، کار درمانی و جلسات آموزشی. هزینه‌ها کم نبود. پریناز هر هفته کیانو از این مرکز به اون مرکز می برد. اما احمد با اکراه پول می داد و مدام از مخارج گلایه می کرد. بدتر از همه این بود که احمد انگار از کیان فاصله می گرفت. وقتی پسرش بیقرار می شد از اتاق بیرون می رفت. وقتی مهمون می اومد ترجیح می داد کسی درباره وضعیت کیان حرف نزنه. پریناز بارها دید که کیان با ذوق دستشو به سمت پدرش دراز میکنه. اما احمد فقط لبخند کمرنگی میزنه و خودشو مشغول کار دیگه ای میکنه. این بی‌توجهی بیشتر از هر چیزی قلب پرینازو میشکست. برای اینکه جلسات درمان کیان قطع نشه، پریناز آخرین یادگاری مادرش که 2 علنگوی طلایی بود که روز عروسی هدیه گرفته بودم فروخت. وقتی احمد ماجرا رو فهمید، نه دعوا کرد نه تشکر. فقط چند لحظه به دستای خالی پریناز نگاه کرد. چیزی نگفت. اما همون شب اتفاقی افتاد که اولین ترک بزرگو روی دیوار اعتماد زندگیشون انداخت. تماس تلفنی عجیبی با احمد گرفته شد. رنگ صورتش تو چند ثانیه عوض شد. از همون شبی که اون تماس عجیب گرفته شد، یه چیزی توی دل پریناز آروم و قرار نداشت. نه اینکه اهل شک کردن باشه، نه، ولی سالها زندگی زیر یه سقف به آدم یاد میده. بعضی وقتا قبل از اینکه حقیقتی رو بفهمی، دلت بوی دردسر رو حس میکنه. احمد بعد از اون تماس تا آخر شب ساکت بود. غذاشو نصفه خورد.
چند بار رفت توی بالکن و حتی وقتی کیان طبق عادت همیشگیش اومد کنار پدرش بشینه حواسش جای دیگه‌ای بود. چند روز گذشت. پریناز سعی کرد خودشو قانع کنه که شاید موضوع کاریه. شاید مشکل توی شرکت پیش اومده. اما رفتار احمد روز به روز عجیب‌تر می‌شد. بعضی شبا دیرتر از همیشه به خونه می‌اومد. بعضی وقتا هم وسط شام گوشیشو بر می‌داشت و می‌رفت توی حیاط حرف می‌زد. همه اینا برای پریناز سوال شده بود. تا اینکه یه روز وقتی احمد سر کار بود، یه نامه بانکی به خونه رسید. نامه اشتباهی به دست پریناز افتاد. اول نمی‌خواست بازش کنه. چند دقیقه فقط به پاکت نگاه کرد. اما وقتی اسم احمد و مهر اخطار روی پاکت رو دید، دلش فرو ریخت. چیزی که داخل نامه نوشته شده بود نفسشو بند آورد. احمد سالها قبل از ازدواج برای راه انداختن یک کار تولیدی با یکی از دوستاش شریک شده بود. کار شکست خورده بود و مقدار زیادی بدهی روی دستش مونده بود. بدهی که هنوز بخش زیادی ازش پرداخت نشده بود. پریناز چند دقیقه فقط به کاغذ خیره موند. نه به خاطر خود بدهی، به خاطر اینکه این موضوع هیچ وقت بهش گفته نشده بود. همون شب وقتی احمد برگشت، پریناز نامه رو جلوش گذاشت. برای اولین بار احمد نتونست چیزی رو پنهون کنه. سرشو پایین انداخت و همه چیزو تعریف کرد. گفت قبل از ازدواج امیدوار بوده بتونه بدهی رو جمع کنه و هیچ وقت پای همسرش به اون ماجرا باز نشه. اما هر چی گذشته اوضاع بدتر شده. پریناز ناراحت بود. خیلی ناراحت. اما چیزی که بیشتر از همه اذیتش میکرد خود بدهی نبود. این بود که سالها فکر میکرده شریک زندگیش احمده. در حالی که یکی از مهمترین واقعیت‌های زندگی شوهرش ازش پنهون مونده. اما داستان هنوز تموم نشده بود. چند هفته بعد یه حقیقت دیگه هم روشن شد. یکی از همسایه‌های قدیمی وسط یه حرف معمولی بیخبر از همه جا گفت که شهین خانم سالهاست از این بدهی خبر داشته. پریناز همون لحظه خشکش زد. یعنی فقط احمد نبوده. مادرش هم از روز اول همه چیزو میدونسته. یعنی وقتی سر سفره عقد نشسته بودن، وقتی از آینده و خوشبختی حرف میزدن، وقتی قول صداقت میدادن، یه راز بینشون وجود داشته. از اون روز به بعد نگاه پریناز به شهین خانم کاملا عوض شد. دیگه دخالتاش فقط یه مادر کنترلگر به نظر نمی رسید. احساس می کرد زنیه که سالها نخهای زندگی همه رو دستش گرفته. هر جا لازم بوده حقیقت رو به نفع خودش پنهون کرده. تو همین روزا وضعیت کیانم سخت‌تر شده بود. سنش بالا رفته بود و نیاز به برنامه درمانی منظم‌تری داشت. بعضی روزا ساعتها با یه اسباب بازی سرگرم می شد. بعضی روزا به خاطر کوچکترین تغییر به هم می ریخت. پریناز تمام زندگی شده بود مراقبت از کیان. اما احمد هر روز خسته تر از قبل به نظر می رسید. نه فقط از کار، از زندگی، از مسئولیت، از همه چیز. همین خستگی بود که کم کم پای یه اشتباه بزرگو به زندگیشون باز کرد. اشتباهی که اگرچه کوتاه بود، اما میتونست همه چیزو نابود کنه. چند هفته بعد وقتی پریناز به طور اتفاقی پیام‌های گوشی احمدو دید، فهمید مردی که همیشه از مشکلات فرار می‌کرده، این بارم راه اشتباهی برای فرار پیدا کرده. درست همون لحظه بود که احساس کرد بدترین روزای زندگیش تازه دارن شروع میشن. پریناز هیچ وقت فکر نمی کرد یه روز گوشی شوهرشو برداره و با دیدن چند تا پیام احساس کنه که تمام این سالها روی یه طناب باریک راه می رفته. پیام‌ها عاشقانه نبود، اما زیادی صمیمی بود. بیشترش درد دل بود. از خستگی، از فشار کار، از بیپولی، از اینکه احساس میکرد هیچ کس حرفشو نمیفهمه. اسم فرستنده یکی از همکارای احمد بود. پریناز اولش باورش نمیشد. چند بار پیاما رو بالا و پایین کرد.
توی هیچ کدوم حرفی از رابطه پنهونی نبود. اما همین که احمد مشکلاتی رو که هیچ وقت با همسرش در میون نذاشته بود با یه غریبه گفته بود دلشو شکست. وقتی احمد به خونه اومد پریناز بدون داد و فریاد گوشی رو جلوش گذاشت. احمد چند دقیقه فقط سکوت کرد. بعد با صدایی که از همیشه آرومتر بود گفت چند ماهی بوده که از فشار زندگی فرار کرده. گفت هیچ وقت قصد نداشته زندگی مشترکشو خراب کنه. حتی یه لحظه هم فکر جدایی نداشته. اما اشتباه کرده که به جای حرف زدن با همسرش رفته سراغ کسی که فقط شنونده درداش بوده. همون شب جلوی چشم پریناز شماره اون زن رو پاک کرد. پیاما رو حذف کرد. گفت دیگه هیچ ارتباطی باهاش نخواهد داشت. اما اعتماد مثل شیشه است. وقتی ترک بخوره حتی اگه نشکنه جای ترکش میمونه. پریناز تصمیم گرفت فقط به خاطر کیان یه فرصت دیگه به زندگیشون بده. اما انگار قسمت نبود حتی همین فرصتم به آرامش ختم بشه. چند هفته بعد درمانگر کیان با تعجب از پریناز پرسید چرا 3 جلسه پشت سر هم نیومدن؟ پریناز با تعجب گفت که اصلا خبر نداشته که جلسات برگزار می شده. همون لحظه معلوم شد کسی از روی گوشی خونه جلسات رو لغو کرده و گفته خانواده دیگه قصد ادامه درمانو نداره. پریناز از شوک نفسش بند اومد. وقتی به خونه برگشت مستقیم سراغ شهین خانم رفت. شهین خانم اول همه چیزو انکار کرد. اما بعد که فهمید موضوع معلوم شده خیلی راحت گفت این بچه احتیاج به این همه دکتر نداره. این پولا فقط داره دور ریخته میشه. پریناز احساس میکرد که خون توی رگاش یخ زده. 3 جلسه درمان. 3 جلسه‌ای که شاید برای خیلی ها فقط چند ساعت بود. اما برای کیان میتونست بخشی از آیندهش باشه. پریناز برای اولین بار بعد از سالها دیگه نتونست خودشو کنترل کنه. تمام بغضایی که سالها قورت داده بود همون لحظه ترکید. بین اون و شهین خانم درگیری شدیدی پیش اومد. نه از روی نفرت بلکه از روی استیصال. پریناز با عصبانیت دست شهین خانم رو گرفت و اونو تا دم در برد. بهش گفت تا وقتی برای آینده کیان احترام قائل نباشه حق نداره تو تصمیمای این خونه دخالت کنه. شهین خانم با ناراحتی از خونه بیرون رفت. همسایه ها با شنیدن سر و صدا از پنجره ها بیرون رو نگاه می کردن. چند دقیقه بعد احمد رسید. وقتی مادرش رو جلوی در دید و ماجرا رو شنید بین بدترین دوراهی زندگیش قرار گرفت. از یه طرف مادری که سالها برای زحمت کشیده بود. از طرف دیگه همسری که تمام وجودشو برای پسرشون گذاشته بود. اون شب هیچ کس تو اون خونه شام نخورد. سکوت سنگین‌تر از هر دعوایی بین دیوارای خونه نشسته بود. چند روز بعد احمد که از فشار روحی، بدهی‌ها و اختلافات خانوادگی کاملاً به هم ریخته بود، سر کار حالش بد شد. همکاراش فکر می‌کردن که فقط از خستگیه. اما وقتی روی زمین افتاد، همه فهمیدن ماجرا جدی‌تر از این حرف است. تلفن خونه که زنگ خورد، پریناز هنوز امید داشت اینم یکی از دردسرایی باشه که بالاخره میگذره. اما از اون ور خط بهش جمله‌ای گفتن که زندگی اونو برای همیشه بدونیم کرد. پریناز با دستایی که از استرس میلرزید خودشو به بیمارستان رسوند. تمام مسیر فقط یه دعا میکرد. هر اتفاقی افتاده باشه احمد زنده بمونه. هنوز 1000 تا حرف بینشون مونده بود. هنوز دلش میخواست یه بار دیگه کنار هم بشینن و بدون دعوا درباره کیان تصمیم بگیرن. اما تقدیر متاسفانه فرصتهای زیادی به اونا نداد. پزشک گفت احمد دچار سکته قلبی شدید شده. چند ساعت تیم درمان تلاش کرد. اما قلبش دیگه توان ادامه نداشت. وقتی پریناز خبرو شنید احساس عجیبی داشت. نه فقط غم، نه فقط خشم. انگار همه احساسات دنیا یه جا روی دلش سنگینی میکرد.
مردی که دوستش داشت، مردی که بارها دلشو شکسته بود، مردی که هیچ وقت نتونست بین مادرش و خانواده خودش تعادل برقرار کنه، حالا دیگه نبود. مراسم خاکسپاری با سکوت برگزار شد. شهین خانم مدام گریه میکرد و خودشو مقصر نمیدونست. هنوزم اعتقاد داشت اگه پریناز اون روز اونو از خونه بیرون نمیکرد، احمد اینقدر تحت فشار قرار نمیگرفت. این حرفا برای پریناز دیگه اهمیتی نداشت. تنها چیزی که میدید کیان بود. پسر بچه‌ای که کنار قبر پدرش ایستاده بود، بدون اینکه دقیقاً بفهمه چه اتفاقی افتاده. از اون روز به بعد زندگی پریناز وارد سخت‌ترین فصلش شد. هم باید خرج خونه رو در می آورد، هم درمان کیانو ادامه میداد. صبح خیاطی می کرد. عصرها کیانو به جلسات آموزشی می برد و شبا تا دیر وقت سفارش می دوخت تا بتونه از پس هزینه ها بر بیاد. روزای خوبم کم کم از راه رسیدن. کیان با کمک درمان آموزش پیشرفتایی کرد که هیچ کس انتظارشو نداشت. کم کم تونست بهتر احساساتشو نشون بده. چند تا دوست پیدا کنه. بعضی کارهای شخصیشو مستقل انجام بده. البته هنوز روزای سختم وجود داشت. روزایی که اضطراب یا شلوغی محیط اونو به هم میریخت. پریناز باید با صبر و آرامش کنارش میموند. چند سال بعد وقتی زندگی کمی روی آرامش به اونا نشون داده بود، مهدی وارد زندگی پریناز شد. مهدی مردی بود که همسرشو چند سال قبل از دست داده بود. هیچ وقت خودشو قهرمان نشون نمیداد. اولین چیزی که توجه پرینازو جلب کرد رفتار اون با کیان بود. نه از روی ترحم، نه از روی اجبار، فقط با احترام، صبوری و درک. اون هیچ وقت سعی نکرد جای احمدو بگیره. فقط تلاش کرد تکیه‌گاهی باشه که این خانواده سالها از اون محروم بودن. پریناز مدتها مردد بود. از خودش میپرسید اگه دوباره به کسی اعتماد کنه و همه چیز تکرار بشه چیکار کنه؟ اگه کیان نتونه با این تغییر کنار بیاد باید چیکار کنه؟ اما این بار تصمیم گرفت گذشته رو با خودش تا آخر عمر حمل نکنه. یاد گرفته بود آدما رو با اشتباه دیگران قضاوت نکنه. چند ماه بعد زندگی تازه‌ای رو شروع کردن. زندگی که هنوزم سختی داشت، هنوزم نگرانی داشت، اما دیگه پر از ترس و سکوت نبود. پریناز بعدا همیشه یه جمله رو به مادرایی که شرایط مشابه داشتن میگفت. هیچ مادری کامل نیست، اما وقتی برای آینده بچهش میجنگه، نباید اجازه بده ناامیدی یا قضاوت دیگران اونو از پا بندازه. امروز کیان هنوز مسیر خودشو ادامه میده و پریناز هر بار که به گذشته نگاه میکنه با خودش فکر میکنه شاید اگه بعضی آدما زودتر یاد میگرفتن کنار همدیگه بایستن، خیلی از زخما هیچ وقت به وجود نمی اومد. عزیزان من، امروز قصه پرفراز و نشیب خانم پریناز رو با همدیگه شنیدیم. اگه شما جای پریناز بودین، بعد از تمام اون دروغا، بیمهری‌ها و سختی‌ها، بازم جرأت می‌کردین به یه زندگی تازه و یه عشق جدید اعتماد کنید؟ یا ترجیح میدادید تا آخر عمر فقط برای فرزندتون زندگی کنید؟ خوشحال میشم نظرات خودتون رو داخل کامنت‌ها برای من بنویسید. ممنونیم که با یه داستان دیگه در کنارمون بودین. اگه این داستان رو دوست داشتین حتما اونو لایک کنید. لایک شما برای ما خیلی ارزشمنده. کانال قصه های نگار رو حتما سابسکرایب بکنید. پس تا یه داستان دیگه، خدا نگهدار عزیزانم.